یا حضرت نیکتو بگاه رفتیم در رو فقط این فقط میخوای زیاد بلند پروازی بکنی؟ برات قیچی میکنم. خودم میام نشه میگم. خب ایوه موونت زدیم و دمیج خوشگل بود ولی همه خوشگل تر بود. خب دوباره صدا پا اومده، صدا پا رو گرفتیم پریدیم رفتیم بپریم بیرون. نمیدونم چرا حرکت نکرد، موون نزد ولی خدای خیلی دمیج داد. صدا پا اومده و گفتم الان میام مادرتونو میگم. صدا پا رو گرفتیم ردشون اومدیم از این ور. دو تا کسخلوز اینجا بودن، اولیش که خیلی ایزی و راحت بود ببینیم فقط یارش میکنه. اومد پایین ریلودم و نتونستم کامل بکنم، زد تا جایی که تونست به گامون داد. بچه لایک و سابسکرایب بکنیم. چالش بعدی شما